نماز تراویح و خواندن نماز تراویح در خانه خواهران ما چگونه باید تراویح بخوانند؟ اولا اگر در مسجد زمینه مساعد هست، امکانات هست، جای تخصیص برای خواهران هست، کوشش کنید که در ماه مبارک رمضان در نماز تراویح اشتراک بکنید، با امام به جماعت یک جا بخوانید. این یک. دوم، اگر در مسجد این امکانات مساعد نیست، در داخل یک خانه خواهرانی که با هم هستید، تواناییش دارید، یک خواهر پیش بشه با هم جماعت تراویح را با هم بخوانید. یعنی یک خواهر من حیث امام، شرطی چیست که در وسط خواهرها ایستاد میشه، یعنی در صف اول در وسط خواهرها ایستاد میشه و نماز جماعت تراویح را میخوانید. شیوه خواندن نماز تراویح، دو رکعت نیت میکنید، نیت کردن بخوانن دو رکعت نماز تراویح خالصا لله تعالی، الله اکبر، همون الحمد سوره در هر رکعت خوانده میشه به ترتیبی که شما نماز سنت رو میخوانید. عین قضیه است، دو رکعت میخوانید، سلام میدید. شرط نیست که شما در بین 4 رکعتی به اصطلاح تسبیح بخوانید، یعنی این تسبیح خوندن لازمی، ضروری، حتمی نیست، چون اون برای استراحته. کسایی که خسته میشن در سر 4 رکعت مینشینن، لحظه استراحت میکنن. و نکته دیگر که قابل تذکر هست، کوشش کنید بخوانید، به حدی که توان دارید بخوانید. متاسفانه در کشور ما اختلاف سریزی است که آیه تراویح رو 20 رکعت بخوانیم، 10 رکعت بخوانیم، 8 رکعت بخوانیم، چنین بخوانیم، چنان بخوانیم. در رابطه به خانم ها که در خانه مصروفن، مشغولن، مصروف تربیت اولاد، تهیه غذا، سحری، افطاری هستن، عده‌ای از علما میگن حتی اگر زن مسلمان 2 رکعت نماز به نیت تراویح بخونه، با همون ثواب اجر و پاداش تراویح را میگیرد. اگر توانایی دارید 20 رکعت بخوانید، توانایی ندارید 8 رکعت بخوانید. اگر 8 هم توانایی ندارید، حداقل 2 رکعت به نیت تراویح بخوانید، باز هم شامل اجر و پاداش و ثواب نماز تراویح میشوید. و در مساجد هم جوانان عزیز ما، برادران عزیز ما، کسایی که توانایی دارین 20 رکعت بخوانید. این نفل است، فرض نیست، واجب نیست، حتمی و لازمی و ضروری است که 100% اگر نخواندی روزیت هم قبول نشه، گناه هم برات بشه، نه، بلکه اختیار است. متاسفانه طوری فهمانده شده در جامعه ما که مردم فکر میکنن که اگر 20 رکعت نخوندی دیگه نه نمازت قبوله، نه روزیت قبوله، نه به اصطلاح عباداتت قبوله. این فهم نادرست. عبادات نفلی است، اختیاری است برای انسان. تا جایی که امکان داره تلاش کنید، کوشش بکنید که 20 رکعت بخوانید. اگر 20 توانایی نداشتید، تنبلی کردید، حداقل 8 رکعت بخوانید. جوانان عزیز، بروید در مسجد اشتراک بکنید. اگر 20 در ایستاد نمیشدید، حداقل 8 رکعت بخوانید، برگردید به خانه‌تان، ولی بخوانید نماز تراویح. کوشش کنید که از خیر و برکت و فضیلت تراویح محروم نمانید. السلام علیکم و رحمت الله.